سلام. اینو میشناسید؟ کریستیانو رونالدو است. شاید فکر کنید او زندگی خیلی خوبی رو توی بچگی داشته، اما سخت در اشتباهی. او زندگی خیلی غمگینی رو توی بچگی داشته. رونالدو یک شب از شب هفته رو غذا گیرش می اومده و مامانش درست کرده تا بخوره. او بچگی کفش نداشته، مامانش میرفته در خارج خونه ها خدمت میکرده و جارو میزده. رونالدو توی خیابون ها رو رفتگری میکرده. رونالدو میرفته تمام غذاهای رستوران ها فسفود ها رو میخورده و رونالدو مامانش برای همین کفش فوتبالگی تا بتونه بازی کنه رفته بود خدمت کرده بود. این بود تا اینجای کار تا بتونه پسرش فوتبال بازی کنه. رونالدو رو دوست دارم زیرا بهترین فوتبالیست جهانه و مثل مسی و نیمار توی بچگی استعدادش با تلاش و پشتکار عجیبه. خود را به اینجا رسوند. من دوست دارم سابسکرایب کنه، حتما دوستتون دارم.